برخی از فضیلت‌های سوره بقره. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیه سوره البقره. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید: خانه‌های خویش را مقبره نسازید، یقینا شیطان از خانه‌ای که در آن سوره بقره خوانده می‌شود فرار می‌کند و می‌گریزد. رسول الله صلی الله علیه و سلم در حدیث دیگر می‌فرماید: کسی که این دو آیه آخری سوره بقره از آمن الرسول بما انزل الیه تا آخر سوره را در شب بخواند کفایه اش می‌کند. پس خواهران و برادران معزز، کوشش بکنید همیشه سوره بقره را در خانه‌هایتان تلاوت بکنید. و در اخیر اگر می‌خواهید در ثواب و اجر شریک شوید، پس این ویدیو را با دوستانتان اشتراک گذاری نمایید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.